ما هم میتونیم که اخلاق امام رو داشته باشیم. امام ابو حنیفه نمیتوانیم باشیم. اون یکی بود تکرار نمیشه و گفته مولانا اونا جایگاه خودشون رو گرفتن، ولی ما میتونیم امام گونه باشیم، اخلاق امام رو داشته باشیم. این که اگر ما تفکراتمون این باشد شاگردان ما همین خواهند شد. اگر ما که خدا موقعیتی به ما داده از این موقعیت برای آگاهی شاگردانمون استفاده بکنیم، شاگردم رنگ و بوی استاد میگیرد. از خدا بخواهیم که ما کوتاهی نکنیم، ما تقصیر نکنیم، چون که زلت العالم زلت العالم، لغزش یک عالم و پیشوا مثل لغزش یک فرد عادی نیست. ما خیلی از خدا بخواهیم که خدا تقوا و خدا درسی. ما یک شخصیت داشتیم به اسم امام، به اسم احمد مفتیزاده، خدا رحمتش بکنه. این از ملت کرد شافعی مذهب در ایران بود. ایشون من در آخرین نوارش که این فیتش که برآمده بود سخنرانی میکرد، گریه میکرد، بعد میگفت خدایا من به تو پناه میبرم از این که مسلمانی بخواهد بیاید به طرف دین خدا و توبه بکند، کلمه ای، اخلاقی، حرکتی از من صادر بشود که اونو بر بگرداند، اونو از دین متنفر بکنه، و من به تو پناه میبرم از این کلمه که از دهان من در بیاد سبب فتنه‌ای برای مسلمانی بشود، سبب اختلافی بشود. ما خیلی باید مواظب رفتارمون باشیم، خیلی باید دعا بکنیم که خدا به گفته مولانا، زمان من رفتم زاهدان 150-200 هزار نفر جلو ما مولانا بلند میشوند، اکرام میکنن، احترام ما از دین گرفتیم. مولانا به من گفت که شیخ نگاه کن چقدر مردم خودمون رو دوست دارن، اگر نیتمون خدایی نباشه همین مردمی که میان دست به بدن ما و لباس ما میکشن، همینا آب دهن میندازن تو صورت ما. اگر نیت ما عوض شد همینا چه ما رو نفرین میکنن، همینایی که الان ما دعای رحمت میفرستن. خدا حسن خاتمه نصیب همه ما و شما رو فرماید و در همه امورات زندگی خاتمه بخیر باشه. جزاکم الله خیر.